سلام، به کانال داستان اول خوش اومدید. بنده راوی داستان‌های واقعی هستم. اگر شما هم تمایل به بیان سرنوشتتون دارید، اون رو به آیدی تلگرامی که روی صفحه میگذارم بفرستید. بابت لایک و سابسکرایب به همه دوستان ممنونم. سلام، اسم من آرزوئه و فرزند اول خانواده‌ام. از وقتی یادم میاد پدر و مادرم با همدیگه دعوا داشتن و مدام همدیگر رو سرزنش میکردن. مادرم شاغل بود و پدرم یه خلافکار حرفه‌ای که حرفش همه جا برو داشت. کسی که نمیتونست روی حرفش حرف بزنه. اما برعکس پدرم مادری با دید باز و بروز داشتیم. 15 سالم بود که با خواهرم آزادانه هر جایی میخواستیم میرفتیم. اون زمان پدرم زندان بود و ما بدون هیچ ترسی با اجازه مادرم به تفریح و گردش میرفتیم. خواهرم مرجان برعکس من مدام به پسرا متلک مینداخت، با اینکه از من کوچکتر بود اما خیلی شر و شیطون بود. یه روز که برای خرید تنها رفته بودم به مغازه، یه پسر اومد توی مغازه و شروع به حرف زدن با من کرد. من از طرز برخوردش خیلی خوشم اومد. اسمش نوید بود. بعد از مدتی چشمامو که باز کردم دیدم یه دل نه 100 دل عاشق شیفته اون شدم. نوید خیلی پسر خوبی بود. منم به خاطر عشق زیادی که بهش داشتم بی توجه به همه چیز یه روز خودمو در اختیارش گذاشتم. اون شب بهترین شب زندگیم بود. اون شب دنیاهامون، روحمون و حتی جسممون با هم یکی شده بود. اما غافل از این که دختریمو از دست دادم، پدرم از زندان آزاد شد. پدرم خیلی مذهبی بود و حرف خودش بود. به نوید گفتم به خواستگاریم بیاد و برای همیشه مال هم بشیم. اما اون به مسافرتی رفته بود و گفت کمی طول میکشه تا برگرده و منتظر و چشم انتظار عشقم بودم که ناگهان بهم خبری دادن که در جا میخکوب شدم. مادرم گفت امشب برات خواستگار میاد، فامیلای دوری هستن، به خودت برس. من با شنیدن این خبر دنیا رو سرم آوار شد، اما نتونستم چیزی بگم. اگه حرفی میزدم پدرم زندم نمیذاشت. خواستگار اومد و شانس بد من قرار بر ازدواج شد. خیلی سریع همه چی اتفاق افتاد و خواستگارم خیلی از من خوشش اومده بود. انگار یه دل نه 100 دل عاشقم شده بود. اما من رفتم سراغ مامانم و گفتم راضی به ازدواج نیستم و عاشق نویدم. مادرم با پدرم صحبت کرد اما حریف پدرم نشد، چون پدرم از خواستگارم که مدرک والایی داشت کاملا راضی بود. مراسم نامزدی و عقد سر گرفت، اما شب زفاف با 1000 دروغ و کلک به همسرم رضا گفتم که من توی یه حادثه پردمو از دست دادم. اما رضا ناراحت شد و گفت چرا الان به من میگی؟ مادرم پشت در منتظر دستمال خونی نشسته. من بازم ازش عذرخواهی کردم و بلد بودم چطور آرومش کنم. مدتی گذشت و نوید از سفر برگشت. بعدها فهمیدم سفرش یه سفر کاری نبوده، مواد جابجا می‌کرده. اون برگشت و با تهدید و کشیدن اسلحه برای رضا خواست اونو منصرف از ازدواج با من بکنه. اما رضا عاشقم بود و تا آخرش جنگید. ما با هم ازدواج کردیم، اما ای کاش که هرگز این اتفاق نمی‌افتاد. بعد از مدتی نوید به خواستگاری خواهرم مرجان آمد و از اون خواستگاری کرد. زمانی که مادرم مخالفت کرد با تهدید به مادرم گفت که اگه مرجان رو بهش نده اون رو میدزده و آبرویی براش نمیذاره. مادرم هم در نبود پدرم مجبور به رضایت و ازدواج شد. نوید با اینکه میخواست از من انتقام بگیره بازم میخواست به من نزدیک بشه. بعد از مدتی من رضا رو راضی کردم تا بذاره من و خواهرم مرجان
ارتباط داشته باشیم. آقای رضا به خاطر وجود نوید و گذشته ما مخالفت میکرد که ما با هم ارتباط داشته باشیم. اما وقتی گریه های منو دید که چقدر دلتنگ خواهرمم، راضی شد تا رابطمون شروع بشه. نوید و رضا کم کم با هم دوست شدن، یا حداقل من اینجوری فکر میکردم. و من هر بار نوید رو میدیدم بی اختیار گذشته از جلوی چشمام رد میشد و قلبم به درد میومد، اما نمیشد حرفی بزنم. زندگی من یک اجبار بود. مدتی که گذشت بی توجه به وجود فرزندی که به دنیا آوردم و بی توجه به همسرم و خواهرم با نوید وارد رابطه شدم. من همیشه عاشق نوید بودم و رفتارهای من که با لباسهای جلوباز به پیشواز نوید میرفتم همسرم رو مشکوک کرده بود. متاسفانه همسرم رضا تمام جریانات عقدمون رو به مادرش گفت. مادر رضا خیلی زرنگ بود و منم توی خونه اونها زندگی میکردم. چند باری که نوید و خواهرم رو دعوت کرده بودم به رضا گفته بود چرا همسرت با بلوز جلوباز جلوی شوهر خواهرش میگرده؟ و رضا بعد از مشورت مادرش آدم دیگه ای شده بود. مدام به من هرزه میگفت و مدام میگفت تو داری خیانت میکنی. درسته، خیانت کرده بودم، اما یک بار، اونم دست خودم نبود و از همسرم بابتش عذرخواهی کردم. اما این اعتراف من شروع بدبختیام بود. بعد از اون همسرم هیچ اعتمادی به من نداشت. بهم میگفت من شب عقد ازت گذشتم، چرا دوباره خیانت کردی؟ من که بهم برخورده بود قهر کردم و رفتم خونه مادرم. دخترم نگین رو با خودم برداشتم و بردم. رضا از من طلاق میخواست، اما گویا مادرش به خاطر دخترم نگین اونو مجبور به ادامه زندگی کرده بود. من به شرط عوض کردن خونمون به زندگی با رضا برگشتم. اون زمان خونمون رو به یه شهر کوچیک بردیم تا رضا کارش رو شروع کنه. تازه استخدام شده بود. اما قبل از برگشتن من به خونه، مثل این که نوید دخترم رو سوار ماشین کرده بود و به یه جای دوری برده بود و دستش رو لای پاهای دخترم کشیده بود و کارهای زشتی باش کرده بود. نگین خیلی پدرش رو دوست داشت و تمام جریاناتو به رضا گفت. رضا خون جلوی چشماش گرفته بود و به فکر انتقام از نوید بود، اما نمیتونست کاری بکنه. دقیقاً اون زمانی بود که رضا معتاد شده بود و مدام کل روزشو با قرص و دارو میخوابید و اصلا براش من مهم نبودم. بهش میگفتم چرا از نظر جنسی به من نمیرسی، اما اون غرق بدبختی و درد بود و مدام به من شک داشت. این رفتارهای رضا اونقدر خستم کرده بود که با خودم گفتم بهتره برم سر کار و نمونم خونه تا اونو ببینم. از دیدنش حالم به هم میخورد، از اینکه تا دعوایی میشد به من برچسب هرزگی میزد و خودش و سرنوشتش رو شوم میدونست. مدام میگفت کاش شب عقد نمیبخشیدمت، خسته شده بودم. خلاصه من به عنوان راننده تو آموزش رانندگی شروع به کار کردم. همون موقع بود که شروع به آموزش مردها هم کردم. یه پسر بود که خیلی ازم تعریف میکرد. منم تشنه وجود یه مرد بودم. خیلی سعی میکردم جلوی خودم رو بگیرم، اما بی‌توجهی‌های رضا با من کاری کرد که با اون پسر که اسمش حمید بود وارد رابطه بشم. حمید به من احترام میگذاشت و به من وعده ازدواج داده بود. من تمام بی‌تفاوتی‌های همسرم رو براش تعریف کرده بودم. گفتم نمیتونم با یه دیوار زندگی کنم. اونم منو قبول داشت. تا اینکه یه روز من و رضا نگین رفته بودیم خرید. موقع برگشت به خونه همسرم که هرگز با من شوخی نمی کرد ناخواسته دستشو گذاشت روی بالای تنم.
دقیقاً جایی که نباید دستش میرفت رفت. من چند ماهی میشد یه گوشی از حمید هدیه گرفته بودم تا باش چت کنم و راحت باشم و اون روز شو گوشی تو سوتیانم بود. شوهرم تا دستشو به من زد متوجه جسم سفتی شد و سریع پیاده شد تا بیاد سمتم. من گوشی رو گذاشتم کنار در. شوهرم سمتم اومد و توی حیاط مجبورم کرد لخ بشم، اما به محض اینکه حواسش پرت شد گوشی رو شکندم و زمانی که متوجه شد کلی کتکم زد. دخترم نازنین شاهد کل ماجرا بود، اما بهش گفتم چیزی نگه. اونم شوکه شده بود و سکوت کرد. همسرم تمام اون پیام ها رو برگردوند و همه رو جلوی نگین خوند و من باهاش صحبت کردم و ازش خواستم منو ببخشه، اما اون منو نبخشید و زمانی که میرفت سر کار درهای خونه رو قفل میکرد و من مدام باهاش دعوا میکردم که اجازه بده برم خونه مادرم، اما اون بچه ها رو ازم گرفت و گفت از خونه من گم شو و برو. مدتی گذشت و من خیلی دلتنگ بچه هام بودم. بهش زنگ زدم، گفتم میخوام بچه هامو ببرم خونه مادرم. اونم گفت باشه بیا و ببرشون. اما وقتی رفتم اونجا متوجه شدم یه نفر از پشت به من با چاقو ضربه زد. برادر شوهرم بود. انگار همسرم از اون خواسته بود که کار ناتمامش رو تمام کنه، اما من زنده موندم و از رضا و برادرش شکایت کردم، اما حق منو دادگاه نداد و اون رو به زندان ننداخت و با گرفتن نفقه و حق بچه ها الان دارم زندگیمو میچرخونم. اوایل بچه ها با اون زندگی میکردن، اما الان حتی نگینم دیگه علاقه‌ای به پدرش نداره و میگه اون یه دیوونه است. و من بعد از اون جریانات الان ازدواج کردم، اما نه با حمید بلافاصله بعد از طلاقم منو پس زد و گفت کسی که به شوهرش وفا نمیکنه به من وفادار میمونه. منم بعد از اون جریان با صادق ازدواج کردم. صادق مرد متعهلیه که از زنش جدا شده، اما من هنوز دچار مشکل و دعوا با زن صادق بر سر مهریه و دعوا با رضا بر سر گرفتن حقوق بچه ها هستم. انگار همیشه باید تو زندگی برای گرفتن حقم بجنگم. اگه شما دوستان نظری دارید ممنون میشم در قسمت کامنت ها بیان کنید. با تشکر از شما که شنونده داستان ما بودید. تا داستانی دیگر شما را به خدای بزرگ می سپارم. ممنون.